مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند به نام یوسف اسحاقی که تاریخی بیش از 90 ساله دارد، در آماده نمودن متخصصان میانه طبی سهم شایسته دارد. همه ساله این بارگاه علم و معرفت را متخصصان ساحه تندرستی، کارمندان میانه طب ختم نموده در خدمت رسانی طبی به اهالی سهم می‌گذارند با مقصد جلب هرچی بیشتری جوانان و نورسان، خوانندگان، ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی، خصوصا خوانندگانی که به ساحه تندرستی شوق و رغبت دارند و دارای دانشی بلند تخصصی میباشند، برای ادامه تحصیل در کالج طبی چاره‌بینی درهای گشاد برگزار کرده شد. این تدبیر مهم جهت اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از سنه 22 دکامبر سال 2023 نقش چاره‌بینی‌های وزارت تندرستی و حفظ اهالی جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و نقشه‌های رشد مؤسسه عملی گردیده. هدف از آن تحکیم همکاری و رابطه با مؤسسه‌های تعلیمی، تقویت دادن کارهای ترغیباتی تشویقاتی برای جلب ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی برای ادامه تحصیل در کالج طبی میباشد. در چاره‌بینی درهای گشاد زیاده از 100 نفر خوانندگان، ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت اشتراک نموده با وضع و شرایط و امکانیت‌های تحصیل که در کالج طبی هم در شکل نظریوی و هم به طرز عملی برآورده می‌شود شناس گردیدند. برای در سطح بلند برگزار نمودن روز درهای گشاد از طرف راهبریت مؤسسه، بخش متدی و همین کافدرهای کالج تدبیرهای ضروری اندیشیده در برابر نمایش و معرفی امکانیت‌های تحصیل، همچنین چاره‌بینی‌های دیگر در شکل سمینار مشورت و کنفرانس علمی عملی دایر کرده شد. تعلیم و تربیه یکی از روندی می باشد که تمام قشر جامعه را فراگیر بوده برای تیار نمودن متخصصان صاحب کسب و صاحب عنوان کوشش به خرج داده می شود. در عین زمان در مؤسسه تعلیمی کالج طبی شهر خوجند زیاده از 4367 نفر دانشجویان تعلیم می گیرند. این بارگاه علم و معرفت را تا امروز زیاده از 36,000 نفر دانشجویان ختم نموده در تمام مرزهای کشور عزیزمان در مؤسسه‌های مرکزی سلامتی و بیمارخانه ها فعالیت میبرند با مقصد جلب دانشجویان یا اینکه داوطلبان به ساحه طب، معرفی کالج طبی، شناسایی با اختصاص‌های عمل کننده و بازدید مؤسسه تعلیمی امروز درهای گشاد گذرانده شده ایستاده است. هدف از برگزاری این چاره‌بینی در آن می باشد که ختم کنندگان مکتب‌ها از نزدیک با فعالیت مؤسسه مذکور شناس می شوند و در انتخاب کنی کسب به خطاگی‌ها راه نمی‌دهند. در دایره روز درهای گشاد در آشیانه یکم بینای مؤسسه لوحه‌های گوناگونی افاده کننده تشبس‌های جهانی تاجیکستان در ساحه آب، سال‌های 2020-2040، 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف قهرمانان تاجیکستان به معرض گذاشته، همچنین از جانب کافدرهای تخصصی آناتومی و فیزیولوژی، مامایی و امراض زنانه، کسلی‌های بچگانه، طب عائلوی، استوماتولوژی، زبان‌های خارجی، روسی، میکروبیولوژی و بهداشت، کار همشیرگی، جراحی، شیمی، انفرماتیک طبی، تربیت جسمانی، عصب و روح، بیماری‌های درونی، امکانیت‌های اختصاصی به نمایش گذاشته معرفی کرده شدند. خوانندگان، ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی به سمت‌های علاهیده موافق شوق و رغبتشان توجه نموده از آموزگاران عاید به اختصاص و نازکی‌های کسبی معلومات گرفتند. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی در شهر خوجند دارای 19 کافدره از جمله کافدره‌های کاری همشیرگی، جراحی، طب عائلوی، داروشناسی، استوماتولوژی، شیمی، بیولوژی، انفرماتیک، زبان‌های دولتی، روسی، خارجی و غیره بوده. کارمندان میانه طب را از روی 8 اختصاص‌های اساسی چون مامادایه، همشیره طبی عائلوی در کار طبابتی، اختصاص کاری همشیرگی بعد ختم صنف 11 و صنف 9، کاری فارماسیوتی، کاری دندانسازی، طبی و پروفیلاکتیکی، ریابیلیتاسی طبی اجتماعی آماده می نماید. برای این در مؤسسه شرایط و امکانیت‌های پیشرفته تعلیم و تربیت و اندوختن دانش و تجربه‌های تخصصی موجود است. 2 بینای تعلیمی اساسی، کتابخانه با تالار خوانش، کتابخانه الکترونی پیوست به شبکه اینترنت، کابینت لنگافونی، 2 تالار ورزشی، 1 بنگاه طبی، 2 تالار
مشورتی 136 صنفخانه های تعلیمی، استاخانه، 12 اتاقهای کاری، تالار مجلسی برای 300 نفر، آشخانه با 80 جای، تالار مرکزی تستی برای 80 نفر، بایگانی، حجره تکنیکی، تالار لکسیونی برای 200 نفر، آزمایشگاه‌های شیمی، بیولوژی، فارماکولوژی، صنفخانه ملکه‌های عملی مجهز با تجهیزات و تکنولوژی‌های معاصر، تخته‌های الکترونی در صنفخانه‌های تعلیمی، آزمایشگاه‌ها به شبکه اینترنتی بلند سرعت با تکنولوژی اپتیکی پیوست از امکانیت‌های معاصر پیشرفته برای تیار نمودن کادرهای صاحب تخصص میانه تیم میباشد. بخش کارباجانان کالج طبی شهر خوجند امروز پیگیری سیاست دولتی پیشوای معظم ملت میباشد و امروز صف گرندگان استیپندهای نامی از جمله استیپند پرزیدنتی، استیپند رئیس ولایت سوخت، گراند استیپند رئیس شهر، اینچنین با دستگیری و اختام رهبری مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند 33 نفر دانشجویان با گرفتن استیپند نامی با نام یوسف بشیرخان اسحاقی و رافع میرزا همدان قدوتی نیز سرفراز گردیدند. باید تذکر داد که مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر خوجند با نام یوسف بشیرخان اسحاقی در طول زیاده از 90 سال فعالیت خویش در آماده کردن کادرهای بلند اختصاص میانه کسبی در کشور سهم باسزا دارد و پس از به استفاده دادن بینای علاوگی مؤسسه از جانب پیشوای معظم ملت ما جوانان برای آماده کردن کادرهای بلندساز از روی اختصاصهای کار مامادایگی، کار همشیرگی، کار طبابتی، کار فارماسیفتی، کار طبی تشخیصی، کار دندانسازی باز هم جانب نموده همیشه کوشش به خرج می‌دهیم که جامعه سالم و ملت سالم را نگهبان باشیم. همه این شرایط ها در مؤسسه دولتی کالج طبی شهر خوجند با توجه و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نسبت به ساحه معارف دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت مهیا گردیده این تدبیرها امکانیت داده است که مؤسسه کادرهای بلند اختصاصی بازگو به طلبات زمان معاصر را آماده نماید.